خب بچه ها سلام. تصویر من بیاد. بله خب بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ کجا رو اینجا رو باید نگاه کنم؟ این دوربین رو بچرخونید که من خودم رو ببینم. از اون زیر برید لطفاً. دوربین رو بچرخونید مثل دیشب نشه. از اون زیر لطفاً که من تصویر خودم رو اینجا داشته باشم. بچه ها سلام. صدا و تصویر من اگر هست اوکیش رو به من بدید که بریم کم کم کارمون رو شروع بکنیم. سلام به روی ماهتون. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدین. خب خوش اومدین بچه ها. همچون لایو دیشب میپرسم از کجا با من همراهید؟ بگید ببینم از کجا با من همراهید. هم صدا هم تصویر اوکیه. خدا رو شکر. خب بیایید ببینم از کجا با من همراهین. من که خودم جنوبیم، خوزستانیم، الان ساکن شمالم. یعنی قشنگ دو تا چیز کاملا متفاوت. خب خوش اومدین. تبریز. به من یه بار تو عمرم اومدم تبریز، اونم بچه بودم. دوست دارم حتما دوباره بیام و ورامین خوش اومدین. لایو سیو نمیشه بچه ها. تهران تا آخر لایو همراه ما باشید. لایو سیو نمیشه. شیراز اگر حوصلت بشه تا آخر لایو تو لایو بمونی ممنونت میشم. از شیراز، اردبیل، تهران، آذربایجان غربی، خارج از ایران، مرسی خوش اومدین. خب ارومیه، تبریز. امشب چرا خوزستانی نداریم؟ یعنی امشب چرا من خوزستانی نمیبینم تو لایو؟ اصلا انرژیم افتاد. اصلا لایو رو من برگزار نمی کنم تا اینکه یه نفر بهبهان اومد، اهوازی اومد، حالا شد. حالا من انرژی گرفتم. بچه ها لایومون میگن که تایمش چقدره؟ 1 ساعت. بچه ها من 10:30 کلاس دارم. ایشالله تا قبل از 10 دقیقه قبل از 10:30 که بعد من بتونم یه استراحت کوچیک بکنم و کلاسم رو شروع بکنم. چرا تصویر رو بزرگ نمی کنم سمت خودم؟ بیا اینجا سمت من، هنوز شروع نکردیم. خوزستان ولی کرجی. مرسی خوزستانی اومدن تا گفتم. بچه ها لایو امشبمون یک لایو سعی میکنیم 1 ساعته باشه تا قبل از 10:30 که من کلاس دارم. باید لایو رو به اتمام برسونم. شاگردی هم که باش کلاس دارم توی لایو فکر کنم هست. حالا اگر قرار تأخیر داشته باشیم تو کلاسمون دیگه خودت میبینی همینجا. چند تا نکته بگم. نکته اول، آخر لایو هدیه داریم مثل دیشب، ولی یه هدیه متفاوت هم نسبت به دیشب که نتونستیم قرعه کشی بکنیم داریم. افرادی که قرار دوره شب امتحان رو به یه نفر بدیم لیستشون اینجا دست منه. دارم اینجوری اینا قرار آخر لایو انشالله به یه نفر دوره خودم رو رایگان تقدیم بکنم. نکتهش اینه که نور من خیلی زیاده، نه؟ ما دوره شب امتحانتون رو داریم، نگاه میکنیم، بی‌نظیر شمایید. خب بچه ها چند تا نکته بگم بریم لایو امشبمون رو با نام و یاد خداوند متعال شروع بکنیم. اولا یکم صندلی من بیاد بالاتر. خب بیاد بالاتر. یه جوری دارم میگم بچه ها شب امتحانو بگیرین انگاری. واقعا دم شما گرم. خوشحالم بچه ها که دوره اینقدر به دردتون خورده و کمکتون داره میکنه. واقعا خوشحالم از این بابت و نتایجی که دارید میگید. خیر، لایو ذخیره نخواهد شد، در لایو بمانید. و نکته‌ای که وجود داره، من چند تا نکته بگم و بریم در واقع
میگن که کاش یه جزوه جمع جور برای حفظیات برامون تهیه می‌کردین. دارید بچه‌ها تو دوره جزوه حفظیات هم دارید. حالا شاید جلوتر به تعداد محدود برای برخی افراد هم رایگان قرار بدیم. شاید، هیچ قولی نمیدم. چند تا نکته بگم بریم شروع بکنیم کارمون رو. نکته اول، همونطوری که میدونید مباحث مشترک بچهای ریاضی و تجربی رو امشب قراره با هم دیگه کار بکنیم و پیش ببریم. نکته دوم اینه که حفظیات رو قرار نیست اینجا بگیم، بیشتر میخوایم مسئله حل بکنیم که قریب به 12 نمره از امتحان نهایی تو مسئله است. پس قطعا وقتمون رو صرف در واقع متشکرم بچهای دوره همه اینجان. خدا رو شکر که اینقدر نتیجه خوبی گرفتید. وقتمون رو پس بچه‌ها صرف حفظیات نمی‌کنیم، میریم سراغ مستقیم حل مسئله. سوالایی که حل مسئله است قراره در موردشون صحبت بکنیم. حفظیات بچه‌ها تو دوره دارید، اونو میتونید کار بکنید. نکته بعدی، محاسبات رو اینجا تو لایو انجام نمیدیم چون قراره وقتمون رو صرف مفاهیم بکنیم، فرمول ها بکنیم، حل سوال یاد بگیرید. قرار نیست وقتمون رو صرف حفظیات بکنیم. اینم یک نکته. بله چشم، موقع تدریس کامنت ها رو میبندیم، همین الان میبندیم کامنت ها رو دیگه، بس میبندیم. ببندیم. چجوری بسته میشه؟ آها اینجا و خب حالا شد. خب پس وقتمون رو صرف حفظیات نمی کنیم و دیگه خیلی خوب بچه ها با بارونمندی شروع میکنیم. ابتداً بارونمندی فیزیک 11 رو میگیم و بعد میریم سراغ سوالای خفنی که براتون آوردم. همون جوری که توی شبه نهایی دیدید سوالایی که آوردیم و کار کردیم توی امتحان نهایی شبه نهاییتون اومد، اینجا هم قرار سوالایی حل بکنیم که براتون بیاد توی امتحان و لذتش رو ببرید، عشق کنید سر جلسه امتحان. فقط با همین لایو عشق کنید دیگه. دوره شب امتحان و جام و اینا رو کلا اونم نداشته باشید، با همین لایو عشق کنید ان شاء الله. خب یه توضیحات کلی در مورد بارونبندی بگم و بریم لایو بسیار جذاب امشبمون رو شروع بکنیم. خب برای بچه‌های تجربی، گلای من، عزیزای من، بچه‌های تجربی 3 تا فصل دارید، 1 2 و 3 که از فصل اول 5 نمره میاد، از فصل دوم 4.5 نمره میاد و از فصل سوم 10.5 نمره میاد. بچه‌های ریاضی، عزیزای دل ریاضی، شما 4 تا فصل دارید، 1 2 3 4. این نکته بگم بچه‌های ریاضی، فصل 3 4 شما با همدیگه میشه فصل 3 بچه‌های تجربی، یعنی تفاوت آنچنانی نیست. درسته شما 4 تا فصل دارید ولی فصل 3 4 تون با همدیگه میشه فصل 3 بچه‌های تجربی، تفاوت آنچنانی نداره. یه سری مباحث خاص توی فصل‌های مختلف شما اضافه تر دارید که بچه‌های تجربی ندارن. خب برای بارونبندی بچه‌های ریاضی هم بگم فصل اول 4.5 نمره، فصل دوم 5.5 نمره، فصل سوم ایشون هم 5.5 نمره و فصل چهارم 4.5 نمره. این از بارونبندی بچه‌های تجربی و ریاضی. بریم شروع بکنیم لایو امشبمون رو و سوالاتی که آوردم براتون. بچه‌ها مثل لایو دیشب امشب هم تصویر رو منه، همش تصویر باید بره اونور. چرا اینجاست؟ تصویر باید بره اونور، معذرت میخوام. برگردیم یه لحظه، من مطالبی که نوشتم رو شما ببینید. عذرخواهی میکنم. حالا شد. خب این برای بچهای تجربی و ریاضی. تصویر کلا رو من بود، الان دیگه تصویر اونور هست و شما دارید میبینید تصویر چیزایی که نوشتم رو. بریم شروع بکنیم. ابتداءً با سوال اول، همچون لایو بچهای دهمی که سوالات متنوع از فصل‌ها یه مختلف حل کردیم، اینجا هم همین کار رو قرار بکنیم. قراره سوالهای متنوعی حل بکنیم که شما سوالای متنوع دیده باشی، سوالای تکراری نبینی اینجا و این متنوع بودن سوالات خودش خیلی خیلی به شما کمک میکنه. سوالای جدی و خفن و خوشگل. سوال اول، سوال این برگه های قرعه کشی من بذارم اینور، هی دستم میخوره بره، الان پخش و پلا میشن، کسی هم نیست جمعش بکنه.
آقا سوال اول چه میفرماید؟ میگه بار الکتریکی جابجا شده در یک آذرخش حدود 80 کلونه. آقا عزیز دلم، بار رو به من داده دمش گرم. در چنین آذرخشی چه تعداد الکترون جابجا شده؟ آقا تعداد الکترون یعنی n رو میخواد. خوب دقت کنید بچه‌ها. تعداد الکترون یعنی n رو میخواد. ای رو هم که به من داده دمش گرم. خب من ای رو دارم، Q رو دارم، N رو میخوام. جان دلم، مگه نگفتیم Q برابر با NE؟ اگر حالا N رو بخوام E میره زیر Q، یعنی Q بر روی E برابر با N. Q رو داری، E رو داری، جایگذاری میکنی و سلام نامه تمام. بدو بریم بعدی. چقدر این سوال خوبیه، چقدر این سوال خوبیه. میگه در شکل روبرو دو گوی باردار مشابه به جرم 2 گرم. جرم رو به من داده، دورش میخطم، مینویسم M. دارای بارهای Q1 و Q2، خودش به من Q1 Q2 رو به من داده، درون استوانه‌ای در فاصله D از یکدیگر و در حال تعادل قرار دارن. بچه‌ها این استوانه رو میبینید؟ وقتی این استوانه رو به شما میدن و یه بار داریم پایین یه بار داریم بالا، بار بالا معلقه. معلق یعنی چی؟ یعنی نیروهایی که بهش وارد میشن همو خنثی میکنن. اوکیه؟ من این دکمه رو بزنم قبل از اینکه از تصویرم بره. دکمه رو بزنم همین ابتدای کار تصویر من قطع نشه. حالا برگردیم. خب معلق بودن و استوانه و دوتا گوی توی شبه نهاییتون اومد به عنوان آزمایش. گفت آقا دوتا گوی بهتون میدیم، یه پارچه پشمی بهتون میدیم، پشمام، یه پارچه پشمی به شما میدیم، نمیدونم یه استوانه شیشه‌ای به شما میدیم، یه ترازو به شما میدیم و یه خطکش به شما میدیم. آزمایشی طراحی بکنید که بتونیم بار رو اندازه‌گیری بکنیم. بچهای دوره توی جزوه حفظیاتون هست این سوال، حتما بخونید. حتما این سوال رو بخونید، سوال قشنگیه. اما اینجا گلم عزیز دلم گفتم که نیرویی که به این بالای وارد میشه نیروها همو خنثی میکنه. چه نیروهایی وارد میشه؟ یه نیروی دافعه الکتریکی از طرف پایینی و یه ام از طرف وزنش زمین دیگه بهش وارد میشه. این دوتا نیرو با هم دیگه برابرن. F الکتریکی با mg برابرن. چی میخوای از من؟ میگه فاصله رو از تو میخوام، این دیه رو میخوام، این آر رو میخوام. میگم آقا F الکتریکی مگه نمیشه کا Q1 Q2 فاصله به توان 2 برابر با m در g. فاصله به توان 2 بره اونور، mg بیاد پایین. حالا امو دارم، بله حواست باشه کیلوگرم بذار، در 10 تا منهای 3 ضرب کن. جی رو دارم، بله خودش داده. کی رو دارم، بله. کیو ها رو هم دارم، بله همه چی رو دارم دیگه. آر به دست میاد. حواست باشه آر رو که به دست آوردی آخر سر یه جذر خوشگل مامانی هم ازش بگیر. حله گلم. بریم سوال بعدی. گاهن اینم بگم، گاهن اینجا میدان میده و میگه بار رو به دست، یعنی فاصله رو میده، میدان رو میده، میگه بار رو به دست بیارید. هر موقع بچه‌ها چنین چیزی دادم میدان به شما داد، به جای اف الکتریکی بذار Q در E برابر با M در G. مثلا میگه بار رو پیدا بکن، E رو به تو میده، M رو میده، G رو میده، میگه بار رو پیدا بکن. یا M رو نمیده، Q رو میده، E رو میده ها. پس گاهن ممکنه اینجا بحث میدان باشه، میتونی از این هم استفاده بکنی. بریم سوال بعدی. میدان الکتریکی رو از من میخواد و ببینیم که ماجرا از چه قراره. سوال میفرماید دو بار الکتریکی Q1 Q2 داریم هم اندازه و در مکان 3، یکیش در x3 یعنی اینجا فاصله 3 سانتی متر و دیگری هم در فاصله اوشون هم 3 سانتی متر تا مرکز مختصات قرار داره. روی محور مختصات در یک دستگاه x o y قرار دارد. یکم شلوغش کرده، x o y در روی x3 y3 شلوغش کرده. اصلا مهم نیست اینها، اصلا مهم نیست. میدان الکتریکی خالص رو در نقطه آب مختصات 3 و 3 بگو. ببین اصلا قشنگ داره شلوغش میکنه. اینا هیچ اصلا مهم نیستن. این حرفایی که داره میزنه نترسید، ما همه با هم هستیم. اینجا ماجرا سخت نیست. خب جان دلم میگه میدان رو اینجا میخوام رو نقطه آ.
میگم بار 2 چندی؟ میگی من 5م. میگم دمت گرم، میکرو رو هم بذارم. بار 1 تو هم 5، دمت تو هم گرم. زوم بکنیم. اولین کاری که باید بکنی بردارا رو رسم بکن. بردار رو باید رسم بکنی. میگم اینجا در نقطه آ 2 چون بارش مثبته یه میدان دافعه ایجاد میکنه. بفرما دافعه میشه ای 2. میدان 1 هم چون بارش مثبته ایشون هم یه دافعه ای 1. قبوله؟ همه چی اوکیه؟ بله. حالا گل من، خوشگل من، نکته‌ای که باید دقت بکنی اینه که این دوتا ای با هم دیگه برابرن. ای 1 با ای 2 برابره. آقای نریموس از کجا متوجه شده؟ از اینکه بارهاشون برابره. گلم فاصله هاشون هم تا اینجا برابره. این 3 سانتی متر، اینم 3 سانتی متر. حالا یکم خوب نکشیده. قطعا با اینجا یه مربع به من میداد، مستطیل داده. یکم بد کشیده متاسفانه. خود چون فاصله ها برابرن، بارها هم برابرن، میدونم میدان ها برابرن. میدان یکیش حساب بکنیم انگار میدان تک تکشون حساب کرده. میدان چی میشه؟ کا کیو بر روی فاصله به توان 2. من الان کار دارم، بله داده به من. کیو رو دارم، بله. فاصله هم که 3 سانتی متر تبدیل متر میکنی، دارم حساب بشه اینجا. حالا من میخوام میدان رو به صورت برداری ابتداً بنویسم. گفته بر حسب بردارهای یکه بنویس. میگم آقا میدان بر حسب، بذار قلمو بزرگتر بکنیم. میدان رو بر حسب بردارهای یکه بخوام بنویسم، میدان به صورت برداری، خیلی خوب دقت کن گلم، میدان به صورت برداری بخوام بنویسم، میگم میدان 1 به صورت برداری به علاوه میدان دومی به صورت برداری. مثلا اونجا یه عدد گفتیم مثلا دایره میشه، حالا هرچی. میگیم آقا 1 به سمت راسته، میگم مثبت آی، دایره هم حالا اونجا هرچی که شد. اینم ای 2 رو میبینی به سمت بالاست، اونم میشه مثبت جی، همون مقداری که داشت. این میشه به صورت بردارهای یکه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ممکنه از من بگه آقا اصلا بردار یکه من نمیخوام، اندازه میدان رو بگو. جان دلم، اندازه میدان برابر با رادیکال این مؤلفه آی به توان 2 به علاوه مؤلفه جی به توان 2 و سلام. تمام شد و رفت. حله؟ اوکیه؟ همه چی اوکیه؟ قطع نیستم که. وصل. بریم سوال بعدی. انرژی پتانسیل و کار میدان. خیلی خوب اینجا دقت بکنید. خیلی خوب اینجا دقت بکنید. میگه مطابق شکل زیر بار مثبت 50 نانوکولون را در میدان الکتریکی اینقدر نخست از نقطه آ تا B حرکت میدیم. میگه آقا از اول از آ میره تا B، سپس از B تا C، سپس از B تا C جابجا میکنیم. این جابجایی ماست. پس من ابتدا از آ تا B میرم، سپس از B تا C میرم. اگر AB فاصله AB رو به من داده، فاصله BC رو هم به من داده، مطلوب است نیروی الکتریکی وارد بر بار Q رو میگی پیدا کن. میگم آقا تو میدان به من دادی؟ میگه بله اینا این میدان ما. بار رو هم به من دادی؟ میگه بله اینم بار. نیرو رو از من میخوای؟ کاری نداره. نیرو برابر با Q در E، بار در میدان. بار داریم، میدان رو هم داریم، ضرب میکنیم، نیرو به دست میاد. البته حواستون باشه اندازه بار رو، بچه اینجا اندازه بار رو استفاده میکنیم. من معمولا اندازه ها رو تو فرمولا نمی نویسم. حالا خیلی خوب دقت کن. میگه کار نیروی الکتریکی در این جابجایی چقدره؟ فرمولشو برات بنویسم. کار نیروی الکتریکی برابره با اندازه بار Q در میدان در فاصله در کوسینوس تتا. تتا کیه گلم؟ رابطه بین جابجایی که من گفتم فاصله، منظورم جابجایی بود، بین جابجایی و نیروه. زاویه بین جابجایی و نیروه. اوکی؟ خیلی خوب. حالا
یه بار مثبت دارم بچه. توی میدان الکتریکی به بار مثبت در جهت میدان نیرو وارد میشه، به بار منفی خلاف جهت میدان نیرو وارد میشه. حالا یه بار مثبت دارم، نگاه کن میدانم به سمت راست دیگه، پس میتونم بگم که یک نیرویی به سمت راست بهش وارد میشه. بذارین قلمو بزرگتر بکنم. یک نیرویی به سمت راست بهش وارد میشه، پس من نیرو رو به سمت راست دارم کلا. از آ تا بی جابجایی به سمت بالاست، نیرو به سمت راسته. قبوله؟ زاویه بین اینا چنده؟ 90. خب کوسینوس تتا اینجا من 90 بذارم، کوسینوس 90 درجه چنده؟ 0 دیگه. پس اصلا کاری انجام نمیشه. پس من میگم از آ تا بی کار آ تا بی 0. ساده تر بهت بگم، هر جایی که تو عمود بر میدان حرکت بکنی کاری انجام نمیشه. عمود بر میدان حرکت بکنی کاری انجام نمیشه. ما الان عمود بر میدان حرکت کردیم دیگه، همه چی اوکیه. عمود بر میدان حرکت کردیم، رفتیم بالا، میدان به سمت راست، کاری انجام نمیشه. برای حالت بی تا سی گلم جابجایی اینوریه، نیروی اینوریه، زاویه بینا چقدر؟ 180 تا. فکر میکنم ادامهشو بنویسم میره زیر تصویر من. بذار تصویرمو حذف کنم فعلا من برم. پس تتا میشه 180 تا. پس دابلیو رو بخوام بنویسم از بی تا سی برابر با اندازه کیو در ای در دی ضرب در کوسینوس 180 که کوسینوس 180 گلم منفی 1. کیو رو دارم، ای رو دارم، دی رو هم دارم. از بی تا سی دی رو هم به من داده. اینجا کار به دست میدی، کار منفی هم به دست میاد. قبوله؟ یه کار منفی به دست میاد. پس اگر کار کل رو بخوام بنویسم برابر با کار از آ تا بی به علاوه کار از بی تا سی که آ تا بی 0 شد، این هم یه چیز منفی میشه، همون چیز منفیه میشه جواب کلم. ها؟ بچهای دوره، بچهای مخصوصا کنکوری، اینجا یه روش خوشگلم یادتون دادم میتونید تستش بکنیم. گفتیم هر جا یه ذره رو زور بکنیم کار میدان منفیه، زورش بکنیم. الان ببین ذرم بارش مثبته، دارم بهش میگم برو به سمت پایانه منفی، معذرت میخوام پایانه مثبت. خب دارم زورش میکنم دیگه. وقتی زورش میکنم کار میدان منفی دلتا یو مثبت. ولی این زورش میکنیم و خود به خودی و زور با زور بره یا خود به خودی بره، با اجبار بره یا خود به خودی بره، برای بچهای کنکوری اینجا استفاده نکنید. اینجا با استدلالای زاویه‌ای و اینا براش هم چیزی کاری که انجام دادیم براش بیاریم. حالا گلم، حالا جیم چی میگه؟ میگه که تغییرات انرژی پتانسیل رو بگو. میگم آقا تغییرات انرژی پتانسیل برابر با منفی کار میدان، کار ای، همین چیزی که به دست آوردیم. هر چی که به دست آوردیم میذاریم اینجا. تموم شد. این همیشه دلتا یو. بچه‌ها فرمول نویسی مهمه، واحد گذاری مهمه، راه حل مهمه، نمره دارن هر کدوم از اینا. فرمول بنویس، واحدها رو بنویس، راه حلتو بنویس، هر چی داری بنویس، هیچ چی رو جا نذار. اوکیه؟ بریم جلو، بریم سوال بعدی. به در میدان الکتریکی، در یک میدان الکتریکی بار کیو میشه منفی 20 نانوکولون. از نقطه آ تا بی جابجا میشیم، از آ تا بی میریم. اگر انرژی پتانسیل آن در نقطه آ اینقدر باشد، این یو آ، و در نقطه بی هم یو بی اینقدر باشد، اختلاف پتانسیل دلتای وی رو از من میخواد. گلم بار داده، یو هم داده. اگه بخوام دلتای وی رو حساب بکنم میدونیم که دلتای وی برابر با دلتای یو بر روی کیو. اینجا از محدود جاهایی توی این فصله که علامت کیو مهمه و میذاریم، فرمولش اندازه نداره. اینجا از محدود جاهای این فصله که علامت کیو مهمه و باید بذاره، اگه منفی بود میذاشتیم. خب آقا از کجا تا کجا میخواد؟ بی منهای آ میخواد دیگه. پس اینجا تو صورت میگم یو بی منهای یو آ بر روی کیو.
یو بی رو داری، یو آ رو داری، جایگذاری میکنی، تقسیم بر کیو میکنی. کیو رو هم به تو داده. حواست باشه که نانو رو هم 10 به توان منهای 9 بذاری، بیاد بالا که 10 به توان مثبت 9 بشه. بریم سوال بعدی جان دلم. سوال ششم میگه ظرفیت خازنی رو به شما که فاصله صفحات آن اینقدر دی رو به من داده، ظرفیتش رو هم به من داده، اف رو به من داده، معذرت میخوام سی رو به من داده، مساحت بین صفحات خازن رو هم به ما نداده و میگه همین مساحت بین صفحات خازن رو برای من به دست بیاور دیگه. مساحت بین صفحات خازن رو میگه بگو چقدره و هوا هم بینش، یعنی کار رو برابر با 1 قرار بده، ای هم که اپسیلون صفر هم که به من داده. خب من میدونم سی برابر با کا اپسیلون صفر آ بر روی دی که کا ثابت دی الکتریکه که برای هوا الان اینجا 1، ای رو هم اپسیلون صفر رو معذرت میخوام به شما داده، اف رو هم که اینجا به ما داده. دیگه چی داریم؟ آ رو میخوایم، علامت سواله و دی رو از من، دی رو هم به من داده، دی هم اینجا دی رو هم میذاریم. فقط آ رو میخوایم به دست میاد. بچه آ رو اگر به دست بریم چیز خیلی بزرگی میشه، اگه حسابش بکنیم. میگه از این چه نتیجه میگیری؟ نتیجه میگیریم که اگر دی الکتریک من هوا باشه، یعنی کا 1 باشه، برای اینکه ظرفیتی به اندازه 1 فاراد داشته باشم باید یه صفحه‌ای با مساحت خیلی زیاد داشته باشم. کم چیزی امکان پذیر نیست. پس اگر بین صفحات خازن هوا باشه، ما ظرفیت‌های کم رو میتونیم ساپورت بکنیم. یعنی خازنه با ظرفیت کم میتونیم ساپورت بکنیم. نتیجه گیریش اینه. بریم سوال بعدی. سوال 7. ظرفیت به من داده میگه اینقدر، سی رو به من داده، دمش گرم. اگر بار الکتریکی اینقدر باشه، کیو رو هم به من داده، دمش گرم. تا اینجا میتونم ولتاژ رو به دست بیارم. و فاصله صفحات رو هم به من داده، دی رو هم داده، دمش گرم. میدان رو از من میخواد به دست بیارم. خب عزیز دلم، برای به دست آوردن میدان من میدونم که دلتای وی برابر با ای در دی، اختلاف پتانسیل که گاهم با وی هم نشونش میدیم، میتونیم بگیم وی برابر با ای دی. الان اینجا من برای به دست آوردن میدان نیاز به ولتاژ دارم و نیاز به فاصله دارم. فاصله رو که دمش گرم داده به ما، مشکلی باش نداریم، اوکیه، اصلا هیچ مشکلی باش نداریم. فقط ولتاژ نداریم. برای به دست آوردن ولتاژ باید بریم سراغ دیتاهای دیگری که داریم. چه دیتاهایی داریم؟ سی رو من دارم و کیو رو دارم. خب مشخصه دیگه، سی برابر با کیو بر روی وی. الان سی رو داریم، کیو رو هم داریم، ولتاژ به دست میاد. به دست اومد، میذارم اینجا. حله؟ ساده بود سوالش، انصافاً سوال سختی نبود. بریم بعدی سوال 8. سوال میگه چی؟ همه چی اوکیه؟ بله. سوال میگه چی؟ میگه جریانی به شدت 5 آمپر. بچه‌ها دیتا رو قشنگ بنویسی، فرمولا خودش میاد. اگه تو ذهنتون باشه، نه رو دستتون یا رو برگه باشه. اگه تو ذهنتون باشه خود فرمول میاد. در مدت اینقدر زمان رو هم به من داد. ببین ذهن من الان میگه آقای مجتبی نری موسی جریان رو داده، زمان رو هم به تو داده، خب میتونی بار رو به دست بیاری. از کجا میگیم این حرفو؟ از اونجایی که جریان آهنگ بار بود دیگه. یعنی جریان برابر بود با بار بر روی زمان، دلتا کیو به دلتا تی، حالا بار خالص بر روی زمان.
اگر کیو رو بخوای به دست بیاری میشه آی تی. الان من آی رو دارم، تی رو هم دارم، جایگذاری میکنم، کیو به دست میاد. و حواسم باشه که تی رو دقیقه نذارم، ثانیه بذارم. ببین من هنوز سوالو نخوندم ولی از دیتاها برای خودم تو ذهنم یه سری در واقع نتایج در آوردم که آقا من مثلا میتونم بار رو به دست بیارم. حالا الف چی میگی؟ میگی در این مدت چند کلمب بار؟ اصلا از غیب اومده، همینو داره میگه. میگی من بار رو میخوام از تو. میگه چند کلمب بار الکتریکی میگذرد از مقاومت ما. خب کی میشه آی تی. تموم شد، حل شد. خب جان دلم به چی میگه؟ میگه تعداد الکترون. تعداد الکترون بالاتر گفتیم آقا تعداد الکترون میخواد n رو از من میخواد. خب وقتی بار رو دارم ای رو هم به من داده، گفتیم کیو برابر با n ای دیگه. کیو رو دارم، ای رو دارم، n رو به دست میارم. بریم بعدی. چه سوال مسخره و آسونی از ما میپرسن. بریم بعدی. سوال 9. وارد کم کم مدار بشین، جایی که خیلی از شما بچه‌ها مشکل دارید توی بخش مدارها. و اینجا میخوایم در مورد ابتداعاً یک مدار ساده صحبت بکنیم. یه مدار ساده. تصویر مداره اوکیه؟ ببینم. آره تقریبا مشخصه. ای 2 و آرم 1 و آر بزرگم 2. اوکی تقریبا تصویر مشخص. خب گلم از دلم، برای الف میگه جریان عبوری از مقاومت چقدره. میگیم آقا این چه سوال ساده‌ای از ما میپرسه. جریانی که از مقاومت میگذره همون جریان کل مداره دیگه. یه مقاومت تک حلقه است و قشنگ جریان از این مقاومت عبور میکنه. یک مدار تک حلقه است و جریان کل رو از من میخواد. پس میگم آقا یکی میگه جریان مقاومت چقدر است، منظور جریان کله؟ بله. جریان کل اینجا برابره با ای بر روی آر به علاوه آر. تمام. ای رو داریم، بله بذاریم حساب بکنم. ای رو داریم، بله 12. آر بزرگ 2، آر کوچیکم 1، با هم دیگه میشن 3. 12 بر روی 3 میشه 4. من جریانم 4 آمپره. اوکی؟ حالا به میگه اختلاف پتانسیل دو سر مولد چقدره؟ بچه‌ها اینجا اختلاف پتانسیل دو سر مولد با اختلاف پتانسیل دو سر اون مقاومت یکسان. یعنی میگه اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت رو میخوام، هر دو یکسان، فرقی ندارن. حالا اختلاف پتانسیل دو سر مولد رو چجوری حساب میکنه؟ خیلی خوب دقت بکنید. ای منهای آی آر و تنم پاره تنم آی آر. ای رو دارم، بله اینا بفرما. آی رو دارم، بله حسابش کردیم. یعنی بچه‌ها سوال میتونست مستقیما الف رو نده، ب رو بده. تو غیر مستقیم از تو جریان هم میخواست و بعد حسابش میکردی. اگر الف رو نمیداد مستقیم ب رو میداد. آر کوچیک رو هم دارم، آی رو هم دارم، ای رو هم دارم. خب مسئله حل دیگه. اختلاف پتانسیل دو سر باتری و همچنین اختلاف پتانسیل اون مقاومته به دست میآید. جیم اما میگه با فرض آنکه مقاومت متغیر را در مقادیر مختلف تغییر دهیم، یعنی آ رو تغییر بدیم. وقتی مقاومت به شما میدن یه فلش روش میکشن، به این میگه مقاومت متغیر یا رئوستا. میگه این آ رو تغییر بدیم. یعنی این رئوستا چیه؟ مقاومت متغیر چیه؟ یعنی یه مقاومتی که میتونیم تغییرش بدیم و این تغییر مقاومت جریان رو تو مدار برای ما تغییر میده. اوکی. میگه که نمودار وی آی رو بکش. بیا اینجا ببینم. بیا جانم. نمودار وی آی عزیز دلم برای یک همچین شکلی اینجوریه. از اون بالا شروع میکنه میاد تا این پایین. اون بالا 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 چنده؟ جانم. دکمه رو بزنم الان میزنم. اون بالا 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 چنده؟ اون بالا 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 همون ای رو داره به من نشون میده. ای 12. این پایین اینجا 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 این چنده؟ این بچه ای بر روی آره. بیشترین جریان. ای چنده؟ 12. آر چنده؟ 1 میشه 12. به عبارتی میتونیم بگیم این با شیب آر داره به سمت پایین میاد که شیبش 1 دیگه. یعنی اونجا 12 باشه، بعد از 12 جریان 12 به 0 خواهد رسید. پس اینجا که بیشترین جریان ای بر روی آره. جلوتر قراره بازم ازش استفاده بکنیم. بریم سوال بعدی.
آخ 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 آخ. کامنت ها رو وصل بکنم که اینجا چالش داریم. کامنت ها باید اینو بذارم و آها. خب کامنت ها الان اینجا وصله. بچه ها جریان رو تو این مدار از من میخواد. فعلا کسی چیزی نگه لطفا. فعلا کسی پیام نده. هر موقع سوال پرسیدم پیام بدید. وقتی جریان رو از من میخواد میگم ای بر روی آر به علاوه آر1 به علاوه آر2. فقط اونجا ای ها رو یا باید با هم جمع بکنم یا باید ای2 منهای ای1 بنویسم یا ای1 منهای ای2 بنویسم. اگر یکی از این مولدایی که اینجا به من داده یا باتریایی که اینجا به من داده اگر یکیش مصرف کننده باشه یکیش تولید کننده، یکی از ای ها رو باید منفی بنویسیم یکیش رو باید مثبت بنویسیم. اگر هر دو تولید کننده باشن ای ها رو با هم دیگه جمع میکنیم. اگر ای2 مصرف کننده باشه باید پشت ای منفی بذاریم. اگر ای1 مصرف کننده باشه باید پشت ای1 منفی بذاریم. حالا مصرف کننده خیلی خوب دقت بکنید کدوم یک از این باتریاست و تولید کننده کدوم یک از این باتریاست و آیا هر دو تولید کننده است یا یکیش مصرف کننده یکیش تولید کننده است. خوب دقت بکنید بچه‌ها. من میدونم ایشون اگر جریان تولید بکنه از این پایانه مثبت جریان میزنه بیرون. ایشون اگر جریان تولید بکنه از این پایانه مثبت جریانش میزنه بیرون. ببین جریاناشون خلاف همن. یکیش ساعتگرده یکیش پاد ساعتگرده. یکیش پاد ساعتگرده. پس قطعاً یکیش مصرف کننده است یکیش تولید کننده. دکمه رو نزدم. من دکمه رو بزنم تا تصویر قطع نشده. حالا تا من دکمه رو میزنم شماها به من بگید که کدوم یکی از اینا تولید کننده است کدومش مصرف کننده است. کدوم یکی از اینا این باتری تولید کننده است کدومش مصرف کننده است. بگید ببینم. اونی که 14 تولید کننده است دیگه، یعنی ای2 تولید کننده است دیگه چی؟ میگه اگه میدونستم من اینجا نبودم. مرسی. بله یه 14 داریم یه 6 داریم. خب یکیش تولید کننده است یکیش مصرف کننده است دیگه. میگه 14 تولید کننده است، دومی تولید کننده، اولی مصرف کننده. اصلا همه اینجا 6 همه اینجا دانشمند تشریف دارن. بارکلا بهتون. بارکلا بچه‌ها. میگه 6 مصرف کننده است. بارکلا. میگه ای2. بله بارکلا. عالیه. بچه‌ها اونی که ای بیشتری داره تولید کننده است. اونی که ای کمتری داره مصرف کننده است. پس اونی که ای بیشتری داره کیه؟ ای2. کامنت ها رو ببندیم. میگه هرچی شما نیت بکنید. خب میگه بلندتر بچه‌ها، بلندتر از این که دیگه گلوی من داره پاره میشه. عزیزای دلم اونی که ای بیشتری داره تولید کننده است مثبت، اونی که ای کمتری داره منفی کننده، در واقع مصرف کننده است و با منفی نشونش میدم. الان ای2 رو دارم، ای1 رو دارم، آرها رو هم دارم، جایگذاری میکنم جریان به دست میاد. مرسی از مشارکتتون، عالی بود. بریم سوال بعدی. چقدر سوال قشنگیه. میگه پتانسیل نقطه آ چند ولته؟ اینجا زمین رو هم به من داده که من میدونم پتانسیل زمین 0. بچه‌ها برای به دست آوردن پتانسیل یک نقطه باید جریان رو داشته باشیم. پس اول جریان دیگه یاد گرفتی. یه دونه باتری بیشتر نداره. ای بر روی آرهای بزرگ یعنی آر1 به علاوه آر2 به علاوه آر کوچیک جریان به دست میاد. من میدونم جریان اینجا ساعت گرده، یعنی ایشون پایانه مثبت جریان مشخص میکنه ساعت گرده. اینجا اشتباه گفته، جهت جریان اشتباه زده اینجا تو این سوال. خیر سرش سوال
امتحان نهایی سال 95 هم بوده، یعنی دمش گرم. خب گلم عزیز دلم، جریانی که حالا دارم میتونم از نقطه آ چه از این ور چه از این ور برم تا پتانسیل زمین. از آ شروع میکنم، میگم وی آ من میخوام از این ور برم. وقتی خلاف جهت جریان داری حرکت بکنی به این میرسی پتانسیلش چی میشه؟ مثبت آی آر 2. بعد میرسی به زمین میگیم برابر با وی زمین، برابر با وی ای که همون صفره. آیا داری آر 2 رو هم داریم جایگذاری میکنیم، به دست میاد وی آ. یا نه میتونستیم در جهت جریان از این ور بریم. اینم براتون توضیح بدم. جهت جریان اگر بریم بچه‌ها به مقاومت که میرسیم منفی آی آر میذاریم. حله؟ پس میتونیم از این ور هم حرکت بکنیم و برسیم به پتانسیل زمین. از سمت راست بری راحت تره. بریم سوال بعد. این پنکه رو لطفاً بذاریم، من خیلی گرمم شد. اینقدر داد زدم گرمم شد. 12 میگه ولتسنج آرمانی در شکل زیر چه عددی؟ خیلی این سوال مهمه. خیلی این سوال مهمه. فوق العاده این سوال مهمه. فوق العاده میخوام نکته بگم تو این سوال. پس تمام دقت ها به من باشه. تمام دقت ها به من باشه. اول کامنت ها رو وصل بکنم، بگید به من کدوم مصرف کننده کدوم تولید کننده، یا شاید هر دو تولید کننده. شما چی میگید؟ کدوم مصرف کننده کدوم تولید کننده؟ بگید جانم. مصرف کننده تولید کننده. کدوم مصرف کننده کدوم تولید کننده؟ خب بله کامنت ها بازه، بگید. 6 تولید کننده است. ای یک منظورشه. ای یک. آها. 3 مصرف کننده بارکلا. 1 مصرف کننده بارکلا. عالی عالی عالی. خب خدا رو شکر این مصرف کننده تولید کننده رو خوب یاد گرفتید. حالا خیلی خوب دقت کنید. خیلی خوب دقت کنید تو این. خیلی میخوام نکته بگم. میگه میشه یه بار بگید مصرف کننده تولید کننده. ببین اون باتری که ای بیشتری داره، اون باتری که ای بیشتری داره اینجا تو این تیپ سوالات، اون باتری که ای بیشتری داره چیه؟ تولید کننده است. یعنی ایشون تولید کننده جریان مداره و ایشون مصرف کننده. پس این میشه، این باتری میشه مصرف کننده، این باتری میشه تولید کننده. خیلی خوب دقت کنید بچه‌ها. ولتاژ دو سر تولید کننده میشه ای منهای آی آر. ولتاژ دو سر مصرف کننده ای وی برابر با ای. خیلی خوب دقت بکنید. ای به علاوه آی آر. حواستون باشه. تواناش هم براتون می‌نویسم. توانی رو بخوام بنویسم میشه ای آی منهای آر آی 2. توان ایشون رو بخوام بنویسم برابر با ای آی به علاوه آر آی 2. اوکی؟ حالا میگه ولتسنج آرمانی چی رو نشون میده؟ میگه این ولتسنجی چی رو نشون میده؟ گلم این ولتسنجی داره دو سر این مصرف کننده رو نشون میده. نگاهش بکنید. داره دو سر مصرف کننده رو به من نشون میده. پس میگم آقا اینو از من میخواد. ای به علاوه آی آر از من میخواد. ای به علاوه آی آر از من میخواد. آی نرموسا ای رو داریم جایگذاری کن، آ رو داریم جایگذاری بکن، آی رو نداریم. آیا چند بار بگم؟ میگیم که جمع آرها، آر بزرگ به علاوه آر یک به علاوه آر 2، بالا هم ای ها. اونی که تولید کننده است ای یک مثبت، اونی که مصرف کننده است ای 2 منفی. آی به دست میاد، میذاره اینجا وی به دست میاد. بریم جلو. بریم سوال بعدی. به شکل روبرو. شکل روبرو اختلاف پتانسیل دو سر یک مولد رو نشون میده و حالا سوالش پایینه. میگه بچه‌ها میگه مقاومت درونی رو بگو، یعنی آر رو بگو. خب میتونیم بگیم شیب خطه، یا میتونیم بگیم آقا
اگر بخوام آر رو بگم اینجا رو ببین، اینجا ای بر روی آر دیگه که شده 12. ای هم اینجاست، این ای همیشه اینجا جایی که ولتاژ رو قطع میکنه اینجا هم ایه. خب پس میگم که آقا ای که 12 است بر روی آر برابر با 12، پس آر میشه 1. اونجا 24 داده، 24 داده، ای رو 24 داده، من 12 گذاشتم، 24. ساده بکنیم، آر بره بالا، آر میشه 2 اوم. تموم شد. دیگه چی پرسیده؟ گفته که اگه یک مقاومت 10 به 2 سرش وصل بکنیم توان مصرفی مقاومت چقدره؟ عزیز دلم من میدونم توان مصرفی یک مقاومت برابر با آر آی به توان 2. آر آی به توان 2. خب مقاومت رو که به من داده گفته بود 10. جریان رو میخوام، جریان ای بر روی آر به علاوه آر. ای چقدری؟ 24. آر بزرگ چقدری؟ 10. آر کوچیک چقدری؟ 2. 24 برای 12 به من میده 2 جایگذاری میکنم مسئله حل. بدو بریم جلو. به این سوال. سوال 14. باز هم ما سوال مدار داریم. میگه در مدار شکل مقابل جریان الکتریکی در مقاومت 5 اومی 4 آمپره. میگه اینجا جریان 4 آمپره. اوکی؟ سوالش جلوتره. میگه جریان در مقاومت 12 رو بگو. میگه اینجا جریان چنده؟ اینجا میگه جریان چنده. اینجا میگه جریان چنده. خب خیلی خوب دقت بکنید، من زوم بکنم. گلم عزیز دلم، من میدونم از این نقطه یه 4 خارج شده. اگر این رو بذارم R1، این رو بذارم R2، میدونم از R1 جریان I1 عبور میکنه، از R2 هم جریان I2 عبور میکنه، جمع اینا میشن 4. یعنی I1 به علاوه I2 برابر با 4 میشه. از طرفی میدونم این دوتا ولتاژشون برابره و مقاومت با جریان رابطه عکس داره. یعنی میتونم بگم R2 بر روی R1 برابر با I1 بر روی I2. روش تستی رو اینجا استفاده نکنید. اون روش تستی که بهتون دادم اینجا استفاده نکنید. بچهای کنکوری که الان توی لایوین، از این R2 رو دارم، R1 رو دارم، I1 رو هم بچه‌ها، I1 رو هم من ندارم، I2 رو هم ندارم. اینجا نسبت I2 و I1 به دست میاد. بذار اینو حسابش بکنم براتون، یکم شاید محاسباتش براتون سخت باشه. بریم پایین‌تر. اینجا ببین R2 چندی؟ 12، R1 چندی؟ 4 برابر با I1 بر روی I2. این به من 3 میده. I2 بیاد بالا، اینجا 1 بود، I2 بیاد بالا، I1 میشه 3 تا I2. خب از طرف هم میدونم I1 به علاوه I2 برابر با 4. خب گلم اگر به جای I1 این بالا بذاری 3 تا I2، 3 تا I2 به علاوه I2 میشه 4، یعنی 4 تا I2 میشه 4، یعنی I2 میشه 1. I2 بشه 1، I1 هم میشه 3. جریان هم این ور رو حساب کردم هم اون ور رو حساب کردم. روش تستی اینجا استفاده نکنید لطفاً. دیگه در ادامه جلوتر گفته نیروی محرکش رو هم حساب بکنید. خب من میدونم بچه‌ها این I1 I2 که با هم دیگه 4 دادن، این 4 جریان کل مداره. این دو تا شاخه با هم دیگه 4 دادن و این جریان کل مداره. پس من جریان کل مدار رو دارم. از طرفی میدونم که ببینینو این عزیز دله که تولید کننده است و ایشون مصرف کننده. یعنی میتونم بگم که E1 منهای E2 بر روی این ور یه 5 دارم، اینجا هم یه دونه 1 دارم، اینجا یه 2 دارم، اونجا هم یه دونه 1 دارم. معادل این دوتا رو هم مینویسم میذارم اینجا. اون موقع اینو دارم، آرها رو هم دارم و دیگه E1 رو هم که دارم، E2 رو به دست میارم. حله؟ سوالش خیلی سوال خوبی بود و متنوع. بریم سوال بعد، سوال 15. این سوال بچه از تمرینات کتابه، میتونه تو امتحان بیاد. میگه 3 تا مقاومت 12 اومی داریم.
یعنی من یه R1 دارم برابر با R2 برابر با R3 برابر با 12. یک بار به طور متوالی میبندیم. بفرما متوالی ببندم اینا رو. یه باتری هم وصلش بکنیم و یک بار هم موازی میبندیم. موازی هم این یه دونه، این دو دونه و اینم 3 دونه. اینجا بیاد به یک باتری وصل بشه. اینم موازی R1 R2 R3. قبوله؟ خیلی خوب. و به پتانسیل 12 وصل بکنیم. به پتانسیل 12 وصل بکنیم. به پتانسیل 12 وصل بکنیم. تا اینجا قبول همه چیز. جریان رو تو هر مقاومت تو هر حالت بگو. گلم جریان کل رو اول حساب میکنم برای این یکی، برای این حالت. جریان کل رو حساب میکنم. ببین اینجا 12 داشتم. وقتی رو به صورت متوالی با هم دیگه بسته میشن، مقاومت معادلشون میشه جمعشون. یعنی آره EQ برابر با 36 تا. ای رو هم که به من داده، جریان رو بخوام بنویسم میگم E بر روی آره EQ میشه 36. نه ای 12 بر روی 36 که برابر با 1/3. پس جریان کلی این مدار 1/3. و چون اینجا به صورت متوالی با هم دیگه بسته شدن، جریاناشون با هم دیگه برابرن و برابر با جریان کلن. یعنی جریان تک تک اینها هم همون 1/3. اوکی؟ خیلی خوب. حالا تو حالت دوم اینو بذار پاک بکنم. حالت دوم یکم شکلشو بد کشیدم. حالت دوم اینا به صورت موازی باشن. گلم حالت دوم موازی باشن. دوازده. قبوله؟ میشه 4. آره ایکوال. خودتون حساب بکنید. یا میتونید 12 رو تقسیم بر 3 کنید چون مقاومت یکسانه. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. خب جریان رو اگه بخوام حساب بکنم E بر روی R که E من 12 بر روی 4 به من 3 میده. پس الان جریان کل مدار 3. حواسم باشه جریان کل مدار 3، یعنی اینجا 3 وارد میشه، بین اینها به صورت مساوی تقسیم میشه چون مقاومت های یکسانه دیگه. یعنی یه دونه به این میرسه، یه دونه به این میرسه، یه دونه به این میرسه. اینا هر کدوم جریان 1 آمپر میگیرن. برو بریم بعدی. بریم فصل 3. خیلی خوب دقت بکنید. خیلی خوب دقت بکنید. میگه یک آهنربای میله‌ای را روی سطح افقی قرار میدیم و یک قطب‌نما رو اینجا جلوش میذاریم. بچه‌ها قطب‌نما من یکم بزرگتر بکشمش. این سر فلش N، اینور S قرار میدیم و روی مسیر دایره شکل میچرخونیم. اینجا رو مسیر دایره شکل اینو قطب‌نما رو میچرخونیم. قطب‌نما رو بچه‌ها میخوام بگم اینجا و اینجا چه شکلی میشه. میگه کلا بچرخونم قطب‌نما چند درجه میچرخه. اینو ببرم اون بالا، بعد ببرم اینور، بعد ببرم اینور، بعد ببرم اینور، کلا چقدر میچرخه. خب گلم وقتی قطب‌نما اینجا قرار میگیره، N همیشه دوست داره سمت S باشه، S دوست داره سمت N باشه. اینجا S باشه، اینجا دوست داره N سمت S باشه. اینجا N باشه، اینجا چی؟ اینجا S. پس فلشش این سمتیه. چقدر چرخیده؟ اول اینور بوده، الان شده اینور. 180 تا چرخیده. اینجا که برسه دوباره اینجا S دیگه، N دوست داره پیش S باشه، S دوست داره دور باشه ازش. دوباره ببین 180 دیگه چرخیده. دوباره اینجا 180 تا میچرخه، دوباره اینجا 180 تا میچرخه. 4 تا 180 تا میچرخه. بعدی الکترونی، تا گفت الکترون میگیم دست چپ. قاعده دست راست رو با دست چپ نشون میدیم. عمود بر میدان الکتریکی یک نواختی در حرکت است. با توجه به شکل جهت میدان مغناطیسی رو بگو چقدر. عمود بر میدان مغناطیسی یک نواختی در حرکت. میگه جهت میدان رو بگو. گلم 4 انگشت در جهت حرکت،
چون الکترون دسته چپ، اگه پروتون بود درس راست میرفتیم. الکترون دسته چپ. من 4 انگشتمو باید به سمت پایین بگیرم. چرا؟ زوم بکنم. 4 انگشتو باید به سمت پایین بگیرم. چرا؟ چون جهت حرکت به سمت پایینه. پس من 4 انگشتو به سمت پایین میگیرم. به شرطی که از انگشت در واقع شستم در جهت نیرو باشه. من اینو به سمت پایین میگیرم دستم رو، به شرطی که شستم به در جهت F باشه. کف دستم، میدان از کف دستم میزنه بیرون، یعنی میدان الان به سمت کجاست؟ به سمت درونه. پس میگم میدان به سمت درونه. سر جلسه امتحان حتما مواظب چش و چالتون باشید. اگه بچه همین به جای الکترون پروتون بود، از دست راست استفاده میکردیم. میگفتم 4 انگشت به سمت پایین، شستم به سمت نیرو، کف دستم به سمت خودمه، یعنی میدان برونسو میشد. اگر همین بارش مثبت میشد. قاعده دست راست. سوال بعد میگه پروتونی با تندی اینقدر، پروتونی با تندی اینقدر، تندی رو به من داده، وی رو به من داده، درون میدانی بی رو هم به من داده، جهت حرکت پروتون با میدان اینقدر، زاویه تتا هم میسازه، اندازه نیرویی که به پروتون وارد میشه، نیرویی که به پروتون وارد میشه F برابر با Q V B سینوس تتا. تتا کیه؟ زاویه بین جهت حرکت یعنی سرعت و جهت میدانه که خودش گفته 60. الان من Q رو دارم؟ بله. ندارم. کجا؟ من Q رو گفته پروتون دیگه. پروتون اینجا، اینا همون یک اومد شیشه. Q رو دارم، سرعت رو هم دارم، اینم میلی تسلا داده، در ضرب تا رو منهای 3 باید ضرب بکنم. سینوس تتا سینوس 60 درجه رو هم میدونم، رادیکال 3 دوم میباشه، جایگذاری میکنیم و مسئله حله. حالا میگه اگر تنها نیرویی که بر پروتون وارد میشه همین نیروی مغناطیسی باشه، بگو شتاب پروتون چقدره؟ گلم نیرو سال گذشته خوندید، سال آینده هم میخونید. نیرو برابر با جرم ضرب در شتاب. نیرو که اون بالا حساب کردیم داریم، جرم هم خودش داده داریم، شتاب پیدا میکنیم. تمام شد. بریم بعدی. مطابق شکل ذره‌ای با بار الکتریکی اینقدر، بار رو به من داده، تندی اینقدر، وی رو هم به من داده، در جهت نشان داده شده زاویه 30 درجه با محور ایکس ها داره، وارد میدان مغناطیسی برونسویی به اندازه اینقدر می شود. بزرگی و جهت نیروی مغناطیسی وارد بر ذره رو تعیین کنید. بزرگی و جهت نیرو رو میخواد. آقا نیرو رو اگه بخوام حساب بکنم گفتیم میشه QVB سینوس تتا. Q رو دارم، V رو دارم، B رو دارم، تتا رو میخوام. وصل میکنم تتا چنده؟ وصل میکنم تتا چنده؟ یه لازم من تصویرم بره دکمه رو بذارم. تتا چنده بچه ها؟ بدوین تتا چنده؟ تتا رو من بگید چنده؟ تتا میگن 60. یه نفر میگه 60، یه نفر میگه 90. 90 بچه اون سی که داده چیه؟ نود دم شما گر بچه این سی رد گم کنیه. مرسی بچه این سی رد گم کنیه. ببینید الان من ویم به این سمته، میدان من برونه. بخوام نشون بدم بهتون، وی به این سمته، میدانم به سمت برون، به سمت خودم. حالا به این سمت میگیرم که شما ببینید اینا رو زاویه 90 درجه بینشون تشکیل میشه و اون سی که گفته به درد جرزلای دیوار میخوره. پس اینجا من باید سینوس 90 بذارم و 1 بذارم. این سوال
خیلی خیلی قشنگی، از این بابت که بچه‌ها ممکنه اشتباه بکنن. قاعده دست راست هم استفاده بکنید و بارش هم قاعده دست چپ بارش منفی استفاده بکنید، نیرو هم این سمتی میشه. بریم جلو. نکتهش همون زاویه بود. به 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 این سوال میگه ذره باردار مثبتی با جرم ناچیز، جرمو میگه در نظر نگیر، پس وزن نداریم اینجا. با سرعت اینقدر سرعت رو به من داده، در امتداد محور X وارد فضایی میشه. اینجا این بار مثبت داره وارد یک میدان الکتریکی میشه. خب چون بارش مثبت بچه‌ها میدونم یه نیروی الکتریکی در جهت میدان بهش وارد میشه. اینو میدونم که میدان‌های یک نواخت الکتریکی و مغناطیسی وجود داره. میگه میدان مغناطیسی هم داریم. اندازه میدان الکتریکی اینقدره. اندازه و جهت میدان مغناطیسی رو طوری تعیین کنید که ذره در همان جهت به حرکتش ادامه بده. عزیز دلم، وقتی میگه ذره در همون جهت به حرکتش ادامه بده، یعنی نیروها همو خنثی بکنن، یعنی بدون انحراف حرکت بکنه. من اگر نیروی الکتریکی به سمت پایین دارم، قطعاً یه نیروی مغناطیسی به سمت بالا دارم و میتونم بگم نیروی مغناطیسی برابر با نیروی الکتریکی. نیروی مغناطیسی Q V B سینوس تتا سینوس 90 درجه 1 میشه، دیگه نمی‌نویسم. نیروی الکتریکی هم میشه Q در E. Q با Q میره، V در B برابر با E. V رو دارم، E رو دارم، B به دست میاد. میدان مغناطیسی. فقط میگه جهتش هم بگو. بارت مثبت، 4 انگشت در جهت V سرعت قرار میدی که به سمت راسته. شستمون به سمت بالاست که از کف دستم میدان میزنه بیرون، یعنی میدان در اون سوه. میدان در اون سو. میدان مغناطیسی در اون سو. حله؟ برین سوال بعد. سی معامل جریان رو به ما داده، بی رو هم به ما داده، طول سیم هم داده، سینوس 30 درجه هم داده، زاویه 30 درجه با میدان میسازه. میگه چه نیرویی بهش وارد میشه؟ عزیزم، نیرویی که به سیم وارد میشه بیل سینوس، BIL سینوس تتا. بی میدان دارم، آی دارم، ال طول سیمی که تو میدان قرار میگیره بر حسب متر باید بنویسی. سینوس تتا سینوس زاویه که بین آی و بیه که اینجا 30 درجه است. این هم جایگذاری میکنیم. مسئله حل. آسون بود سوالش، خیلی آسون بود. بریم جلو. سوال 22 خیلی سوال قشنگیه. میگه شکل روبرو جهت میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم افقی و مستقیم حامل جریان رو نشون میده. خب یک سیمی دارم اینجا، یه سیم دارم بچه‌ها اینجا، یه سیم دارم اینجا که بالا میدان درون سوه، پایین میدان برون سوه. میگه جهت جریان درون این سیمو بگو. خب گلم، این یه سیم دارم. من اگر شستم رو در جهت جریان بگیرم، چرخش دستم نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده میدانه. حالا بالای سیم میدان نگاه بکنید درون سوه، پایین سیم میدان برون سوه. من اگر شستم رو به سمت چپ بگیرم، بالای سیم نگاه کن میدان درونه و پایین سیم میدان برونه. برون همیشه خودتونید، درون میشه روبروتون. اوکی؟ پس من اینجا جریانم باید به سمت چپ باشه. پس من اینجا یه جریانی به سمت چپ دارم. اگر جریان رو به سمت راست بگیرید، نگاه کنید، جریان رو من به سمت راست بگیرم، پایین درون میشه، بالا برون میشه و اشتباه میشه و برعکس این میشه. پس اینجا جریان به سمت چپ میباشد. سیم لوله شامل 200 حلقه N رو به من داده که دور یک لوله پلاستیکی تو خالی به طول اینقدر L رو هم به من داده، جریانم به من داده، میدان رو بخواد. بچه‌ها میدان یک سیم لوله میشه میوصف یا حالا موصف N در I بر روی L. حالا میوصفر هم مقدارش مشخصه یا موصفر هم مقدارش مشخصه، 4 در 10 منهای 7 که اینجا نداده، معمولا تو پرانتز میدن، اینجا فراموش کرده بده. خب میوصفر یا موصفر رو دارم، N رو هم که 250 داده، جریان هم داده، طول رو هم داده، جایگذاری به دست میاد. آسون بود. شکل روبرو یک حلقه جریان رو نشون میده که جهت خطهای
میدان مغناطیسی رو درون حلقه نشون داده، بیرون حلقه هم نشون داده. میگه جهت جریان تو حلقه کدوم سمتیه؟ ساعت گرده یا پاد ساعت گرده؟ بچه‌ها اگر جهت جریانم ساعت گرد باشه، یعنی این شکلی باشه، میدان شستم اینجا به سمت پایین بگیرم، میدان در داخل درون سو و در سمت این ورش برون سو میشه. پس اگر همیشه جریان من درون یک حلقه ای ساعت گرد باشه، میدان در درون حلقه درون سوه. پس جریان ساعت گرد میدان درون سو میده، جریان پاد ساعت گرد میدان برون سو میده. خب اینجا جریان باید ساعت گرد باشه تا اینجا یک میدان درون سو در داخل حلقه به من بده. بریم سوال بعدی. شاگرد بعدی که با من کلاس داره امشب هستی خانم. اگر توی لایو هستی با تأخیر شروع میکنیم چون هم قرعه کشی رو نرفتیم، چند تا سوال دیگه هم داریم و غیر از قرعه کشی یه هدیه دیگه هم داریم، اینا رو هنوز نرفتیم. 25 میگه با تعیین قطب‌های مغناطیسی حلقه جریان بگو که این آهنربایی که اینجا دارم که NOS داره و میدانش به این سمته، بگو که همدیگه رو جذب میکنم یا دفع میکنم. من میدونم گلم جریانم اینجا روی سیم به سمت بالاست، یعنی من شستم رو به سمت بالا میگیرم، چرخش دستم جهت میدان مغناطیسی رو نشون میده. پس درون حلقه شستم داره به سمت چپ میچرخه، پس میتونم بگم میدان درون حلقه به سمت چپه. خب نوک این همیشه n، اینور s. خب n و n روبروی هم دیگه قرار گرفته، اینا همو دفع میکنن و آهنربا به سمت چپ منحرف میشه، حلقه به سمت راست منحرف میشه چون همدیگه رو دفع میکنن. بریم بعدی. سیملوله آرمانی با طول اینقدر، طول سیملوله رو به من داده، n تعداد حلقه رو هم به من داده، جریان رو هم به من داده، میدان مغناطیسی درون این سیملوله رو میگه به دست بیار. خب یه بار شبیه‌شو حل کردیم. میدان مغناطیسی درون سیملوله میشه در واقع میو صفر n i بر روی l. میو صفر رو دارم یا مو صفر رو دارم، n رو هم دارم، i هم دارم، l هم دارم. آسون بود. بریم بعدی. خیلی سوال مهمه، تا صبح بگم این سوال مهمه و امکان اومدنش خیلی خیلی زیاده و اصلا میگم میاد این سوال، کم گفتم. میگه سطح حلقه های پیچه‌ای که داره n دور و مساحت هر حلقه اینقدره. رو مساحت رو به من داده. میدان مغناطیسی به بزرگی اینقدر داریم و این B1. میگه در مدت زمان اینقدر، زمان رو هم به من داده، میدان بشه اینقدر، یعنی B2 رو هم به تو دادم. در خلاف جهت مقدار اولیه، یعنی میشه -14. نیروی محرکه القایی متوسط هم اینقدر ولته، یعنی ای رو هم به من داده. تعداد حلقه ها رو بگو. سوال واقعا در ظاهر سوال سخت ولی خیلی آسونه. میگیم آقا ای برابر با -n دلتای فی تغییرات شار برای تغییرات زمان. گلم شار میشه چی؟ بی آ کوسینوس تتا که اینجا کوسینوس تتا 1. تغییرات شار یا ناشی از تغییرات میدان اینجا تو این سوال یا ناشی از تغییرات مساحت که تغییر نکرده، میدان از B1 به B2 تغییر کرده. پس میتونم برای تغییرات شار بگم، تصویر من بره که ادامهشو بنویسم دلتای B ضرب در آ. پس اینجا میگم -n دلتای B ضرب در آ برای دلتای T. دلتای B همیشه B2 منهای B1. B2 رو دارم -14، B1 هم دارم جایگذاری میکنم، آ رو هم دارم جایگذاری میکنم، تبدیلش حواست باشه. زمان هم داده، میلی داده، در 10⁻³ ضرب میکنیم. n رو من میخوام، از این ورم ای رو هم به من داده 12. n به دست میاد. خیلی سوال قشنگی بود، به احتمال اومدنش خیلی زیاده. سوال بعدی، سوال 28. بازم یه همچین سوالی شبیه سوال قبل. میگه پیچه مربعی شکل به ضلع اینقدر، ضلع رو به من داده، مساحت من نیاز دارم چون مربعی شکل، میگم ضلع به توارد میشه مساحت به دست اومد. 60 دورم داره، n رو هم داره.
به طور عمود بر میدان مغناطیسی اینقدر میدان مغناطیسی هم داریم. شار رو میگه، شاری که یک حلقه میگذره. میگم آقا شار گفته میشه بی آ کوسینوس تتا. کوسینوس تتا یک، بی و آ رو هم که به من داده جایگذاری میکنم. میگه اگر در مدت زمان 1/10 ثانیه میدان به 0 برسه، یعنی بی دو برابر با 0 بشه، نیروی محرکه القایی رو میخوام. نیروی محرکه القایی منفی n دلتای فی به دلتای تی. گلم اینجا بازم میدان داره تغییر میکنه، یعنی به جای دلتای فی میتونم بنویسم دلتای بی ضربه در آ. آ رو دارم، دلتای بی هم میشه بی دو منهای بی یک، بی یک که همون 5 در 10 منهای 3، بی دو هم که 0 داده جایگذاری میکنیم، مسئله حله. و سوال 29 میگه قطب n یک آهنربا رو مطابق شکل روبرو به یک حلقه رسانا نزدیک میکنیم. جهت جریان القایی رو بگو چجوریه. گلم وقتی نزدیک میکنیم به حلقه، جهت جریان القایی در جهتیه که با این نزدیک کردن مخالفت بکنه، یعنی یه میدان مخالف ایجاد میکنه. میدان آهنربا ببین به این سمته، پس حلقه یه میدان مخالف ایجاد میکنه. درون حلقه یک میدان درونسو ایجاد میشه. من بیام بکشم حلقه رو نگاه بکنید، درون حلقه یک میدان درونسو ایجاد میشه. خب گفتیم باید ساعتگرد باشه که دیگه، درون حلقه باید ساعتگرد باشه که درون حلقه یک میدان درونسو ایجاد بکنه. سوال 30 میگه حلقه رسانه‌ای رو مطابق شکل‌ریزی به طرف راست میکشیم و از میدان مغناطیسی برونسویی خارج میکنیم. جهت جریان القایی رو بگو. گلم وقتی حلقه میخواد بره بیرون، شار مغناطیسی کم میشه، میاد میدان موافق ایجاد میکنه. پس درون حلقه یک میدان موافق با خود میدان اصلی داریم، یعنی یک میدان برونسو داریم. میدان برونسو داشته باشیم پس جریان هم باید پادساعتگرد باشه که یک میدان برونسو در درون حلقه به من بده. قانون لنز اینا. شکل ریزی نمودار انرژی ذخیره شده در یک سیمولیتور رو به ما میده، ضریب القاوری رو میخواد. گلم یو رو به من داده، جریان رو هم به من داده، میگه ال رو میخوام، ضریب خود القاوری. خب میدونم یو برابر با 1/2 ال آی 2، 1/2 ال آی 2 که اینجا یو رو داده، آی هم داده، به توان 2 میرسونیم، 1/2 هم که داریم، ال رو پیدا میکنیم. و سوال 32 آخرین سوالمون نیست، یه سوال دیگه هم داریم. نمودار تغییر نیروی محرکه بر حسب زمان در یک مولد مطابق شکل. اگر مقاومت در مدار اینقدر باشد، مقاومت رو هم به من داده، شدت جریان رو میگه معادلش رو بنویس. گلم معادله شدت جریان میشه آی ماکسیموم در سینوس 2p بر روی تی در تی. باید به جای این دوره و این آی ماکسیموم مقداراشون رو بنویسیم. باید به جای دوره و همچنین این آی ماکسیموم مقداراشو بنویسیم. دوره میشه مدت زمان در یک دوره. نگاه کن این بیاد بالا بیاد پایین برمیگرده سر جای اولش، این میشه دوره 1/10. به جای میذاریم 1/10. اما جریان ماکسیموم برابر با ای ماکسیموم بر روی مقاومت. ای ماکسیموم اینه 40، یعنی میگم 40 بر روی مقاومت که 8. تمام شد. بریم سوال آخر. معادله حرکت یک جریان متناوبی رو به ما داده به این شکل. بچه‌ها میتونم بنویسم آی برابر با آی ماکسیموم سینوس 2p تیوم در تی، یعنی این 5 همون آی ماکسیمومه، این 200p هم همون 2p تیومه. یعنی اگر بخوام 2p رو بنویسم، 200p رو بنویسم میشه 2p تیوم. تی به دست میاد. گفتم تی رو میخوام، خب به دست میاد نوشته میشه. حالا میگیم بیشتر نیروی محرکه القایی رو میخوام. گلم مگر نگفتیم که آی ماکسیموم برابر با ای ماکسیموم بر روی آر. الان آی ماکسیموم اینجا که گفتیم 5، آر رو هم که به ما داده 10، ای ماکسیموم رو به دست میاریم. اینم از سوالای مرتبط با جریان. دکمه رو بزنم.
من دکمه رو بزنم بیام. خب اینم از آخرین سوال که در مورد جریان متناوب بود. بیاید اینور پیش من کامنت ها رو بس بکنیم. خب بچه‌ها اینم از لایو امشبمون و نکاتی که باید اشاره می‌کردیم. خانم هستی خانم، با تأخیر شروع می‌کنیم کلاسمون رو، چون ما هم قرعه کشی داریم هم قرار هدیه بدیم به بچه‌ها. با تأخیر شروع می‌کنیم، میدونم تو لایو احتمال خیلی زیاد هستی. و بچه‌ها لایو چطور بود؟ اوکی بود همه چیز؟ شما هم خسته نباشید. خب بریم سراغ سوال 12. اینجا دیدم سوال 12 نوشته، گفتم 12. بریم سراغ قرعه کشی. بچه‌ها از بین این افرادی که اینجاست، تصویر رو من شیر بکنم اونور شما ببینید. از بین این 28 نفری که ارسالی داشتند، قرار یه نفر دوره رو به رایگان تقدیمش بکنیم. این هم شماره هاست. اینجا یه شماره برمی‌داریم ببینیم کدومی که از افراده. شخصی که انتخاب میشه باید توی لایو باشه. اگر نبود دوباره انجام میدیم، نبود یه بار دیگه انجام میدیم. اگر دیگه دیدیم شخصی که میخوایم توی لایو نیست، از بین افرادی که تو لایون قرعه کشی میکنیم، میارم توی بین افرادی که تو لایون و قرعه کشی رو انجام میدیم. خب عزیزای دلم، اینا 28 نفرن. حالا من نشون بدم، حالا فکر کنم خیلی هم مشخص نیست. 28 نفر، 28 نفر، 27 همینجوری. من یه بر بزنم، حالا خیلی ورق باز نیستیم ولی یه بر بزنم. یه بار دیگه بر هم بلد نیستیم بزنیم. بازم بر، اینا رو با هم دیگه قاطی بکنم. دوباره قاطی بکنم. به نظرتون شماره چند رو میخوام بردارم؟ عدد بگید، شماره چند میشه؟ بازم هدیه داریم ما برای بچه‌های 11 همی هم هدیه داریم غیر از این قرعه کشی. یه عدد میخوام بردارم از این مسطا. من شماره 10 رو دوست دارم، میشمارم تا دهمی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بیاد بالا. شماره 4. خیلی فکر کنم تاره مشخصه. شماره 4 میشه ام آندرلاین باقری آندرلاین سفتو. باقری جان هستی اعلام بکن. با تأخیر میاد میدونم. شماره، بذار من زوم بکنم که بزرگ ببینید. ایشون برنده هستند. شماره 4 هستید اعلام بکنید. خب نیستند؟ بله هستند. مبارکتون باشه. اما بازم هدیه داریم. باقری جان، حالا نمیدونم آقای یا خانم، عزیز دلم، یه دایرکت به من بده که من برنده ام، که کارهای ثبت نام تو دوره شب امتحانمون رو انجام بدیم. هلوش حدود 1 تومن تقریبا قیمت دوره شب امتحانمون رو که تقدیم به شما میشه. اما بچه ها بازم هدیه دارم برای شما. هدیه اول، جزوه همین لایو رو با پاسخنامش تقدیمتون میکنیم. هدیه دوم، کلمه جزوه، فقط بنویسید جزوه به فارسی رو برای من دایرکت بکنید. کلی جزوه خفن رایگان تقدیمتون میکنیم برای بچه های 11 همی. دیروز به بچه های 10 همی هم جزوه تقدیم کردیم، برای بچه های 11 همی هم جزوه تقدیم میکنیم. بچه تا روز امتحانتون ما کلی جزوه در اختیارتون قرار بدیم به صورت رایگان. کلمه جزوه رو برای من دایرکت کنید و
ارسال بکنید. خب نکته چیزی میمونه؟ همه چی اوکیه. خب خیلی 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 خوشحالم از اینکه امشب هم با همدیگه لایو داشتیم. قریب به 1 ساعت و نیم، جانم قریب به سیو نمیشه ولی یه جای دیگه ویدیو رو داریم ذخیره میکنیم. میگم اگر قرار شد ویدیو رو منتشر بکنیم توی استوریا بچه‌ها اعلام میکنیم. سیو نمیشه ولی توی استوریا اگر قرار شد منتشر بکنیم و آماده بشه ویدیو، توی استوریا اعلام میکنیم. توی استوریا حضور داشته باشین که اگر ویدیو آماده شد برای انتشار در اختیارتون قرار بدیم. قریب 1 ساعت و نیم لایو داشتیم. خیلی خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما بودیم. بچه 12می حتما لایو خواهیم داشت در آینده. حضور داشته باشین توی استوریا. تاریخش رو اعلام خواهم کرد به امید خدا و ایشالله که بهتر کنید امتحانتون رو و حتما میتره کنید. بچهای دوره شما که قطعا میتره کنید. بچه‌ها هم که دوره رو ندارن اگر میخوان دوره رو تهیه بکنن عدد 20 رو برای من دایرکت کنن که براشون بگیم که تهیه دوره به چه شکلی که ایشالله بهتر کنید. بعضیا پرسیده بودن که آقا تو دورهتون چه خبره؟ تو دوره بچه‌ها کل کتاب رو جمع‌بندی کردیم، کل نمونه سوال متنوع حل کردیم از امتحان نهایی و تصویر بیاد رو من، چرا اون تصویر باید اون ور باشه و 3-4 مدل جزوه خفن توی دوره گذاشتیم. جزوه حل تمارین کتاب با پاسخنامه، جزوه سوالای حل کردنی با پاسخنامه، جزوه سوالات حفظیات با پاسخنامه و جزوه خود دوره. خب عزیزای دلم، زمان دوره برای بچه‌های 11 برای بچه‌های دهمی هولوش 5 ساعته، برای بچه‌های 11 6 ساعت تقریبا، برای بچه‌های 12 هولوش 8 ساعته. خیلی 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 خوشحالم امشب با هم دیگه بودیم. فراموش نکنید که از درون هسته تا آخرین کهکشان کشف نشده دوستتون دارم. جالی.